سوالاتی که همیشه راجع به بیمه عمر از من میپرسن که چرا باید بیمه عمر بخریم و چه جور بیمه عمری بخریم، من یه پاسخ میدم و میگم هر کس که بیمه عمر بخره پشیمون میشه، هر کی هم نخره پشیمون میشه. بعد براشون خیلی جالب میشه، یعنی چی ما بیمه عمر بخریم پشیمون میشیم، نخریم هم پشیمون میشیم؟ من یه داستانی رو براشون تعریف میکنم. میگم یک پیامبری بود و با قومش نیمه شب از یه بیابونی عبور میکردن. به یه منطقه رسیدن و دیدن جلوی پاشون یه چیزای برق میزنه. گفتن پیامبر خدا اینا چیه؟ گفت اینا چیزیه که هر کی بردارم پشیمون میشه، هر کی هم بر نداره پشیمون میشه. شیرازی‌ها گفتن کاکو این چی کاریه؟ ما خمشیم برداریم بعدم پشیمون شیم؟ ما بر نمیداریم. اسپانیا گفتن دادا اگه ما بر نداریم پشیمون میشیم پس بر میداریم. اسپانیا برداشتن و شیرازی‌ها بر نداشتن. رفتن و صبح شد و رسیدن به یک بازاری و بازار سنگ فروشا و این سنگا رو بردن رو میز سنگ فروشی گذاشتن از کیسه‌هاشون. سنگ فروشه تا نگاه کرد گفت بابا اینا جواهرای گرون قیمتیه. اونایی که برداشته بودن پشیمون شدن چرا کم برداشتن، اونایی که بر نداشته بودن شیرازی‌ها پشیمون شدن چرا بر نداشتن. بیمه عمرم همینه، به روز نیاز، به روز حادثه، به روز استفاده کردن افسوس می‌خوریم چرا کم خریدیم. اگرم نخریده باشیم تو اون روز میگیم وای چرا نخریدیم. پس دقت کنیم، بیمه عمر رو جوری بخرین که هرگز پشیمون نشید. متشکرم ازتون.